گلناز یلداشوا که از جوانی بیماری چشم داشت سال 2005 به تمام نابینا شد. تنها زندگی میکند ولی میداند دیگ و دیگدانش کجاست و خودش به کارش میرسد. در همینجا بزرگ شدم. برای همین اینجا کمتر راه رفتنم آسان‌تر است. بعضی وقتایی می شود که ماشین ها گذاشته باشن، برفته به ماشین ها برمیخورم. از جبارها گذاشته نمیتوانم. کوشش میکنم که از راه های هموار روم. این خانه از پدر و گلناز 47 ساله به میراث مانده است. زندگی را با نفقه معیوبی که حدود 600 سامانی است پیش میبرد. بافته میتوانم، نسکی جوراب ها میبافم. 12 سال پیش ازدواج کرد ولی شوهرش بعد مدت او را پرتافته رفت. میگوید شوهرش با هدف فروختن حولی و با دست آوردن پول با او ازدواج کرده است. با این وجود خوشبین است که روز زن خوشبخت می شود و این انگیزه او را به آینده دلگرم می سازد. همین گونه آرزو دارم که در مابین جامعه باشم و مثلا با جامعه این طرف این سمت و اون سمت رفته مثلا با آدم ها و آخرام صحبت کنم. 20 سال آخر است که من در همین 4 دیوار نشستم. گلناز وقت بینا بود در لیسه کسبی تکنیکی و چند مدت در اداره ثبت اسناد شهروندی زادگاهش ناحیه شهری توس کار کرده است. از همان دشوارش همین که تنهایی عذاب می‌دهد. بعدا من میخواستم کار کنم، میخواهم برای خودم و برای جامعه فایده بیارم. میخواهم که دانش و مهارت خودم رو استفاده کنم. گلناز یلداشوا در همسایگی برادر و نزدیکانش زندگی میکند. با آنها مناسبتی خوبی دارد ولی نمیتوانند کمکش کنند چون خودشان زندگی سخت دارند. وقتی هست که همه دشواری میکشد، همه مشکلی دارد، همه خشتبارم برادر و خواهرام چند فرزندی دارند و اگرچه چشمان نابینا گلناز را از کار و زندگی کامل محروم کرد، اما در محفل‌های خانوادگی عزیزانش را با چشم دل می‌بیند و خوشحال می‌شود.